گوشی نوکیا 105 مدل 1034ش برامون اومده با مشکل صدا. اول برندوش رو چک میکنیم که میبینیم سالمه، میریم پایهاش رو ببینم آرم داره یا نه. یکی از پایهاش آرم نداره، کلن مسیرش هم خطه. معمولا اینا مسیرشون چه قد میشه؟ زیر آیسی قد میشه. آیسیش رو فشار میدیم آهمش برمیگرده، یعنی قد وصلی زیر آیسی داره. قد وصلیش هم یک تکون ساده آیسی برمیگرده، یعنی نیاز به ریبال هم نیست، یک تکون سادهش بدیم برمیگرده. تکونیش دادیم آیسی رو میریم برای تست. میبینیم چهارم پایه ها برگشته و مشکلش هم حل شده. تستش هم بکنیم.